هنوز نمیدونی هر عضله رو باید چند ست تمرین بدی تا رشد بکنه؟ بیا بهت بگم. قسمت سوم آگاهی در تناسب اندام، حجم تمرینی. خیلی فکر می‌کنن هرچی بیشتر و سنگین‌تر تمرین کنن بهتره. اما علم میگه اگر از یه حدی ستای بیشتری بزنی یا بیش از اندازه فشار بیاری، نه تنها رشد نمی‌کنی بلکه عضله سوزی می‌کنی. بیا با مثال به توضیح بدم. حجم تمرینی یعنی تعداد ست‌ها در تکرارها در میزان وزنه جابجا شده. اگه شما 4 ست 6 تایی با وزنه 60 کیلویی پرستینه بزنی، عضله سازی یکسانی داره با وقتی که 3 ست 12 تایی وزنه 40 کیلویی میزنی، چون در حجم تمرینی برابر عضله سازی یکسانه، در صورتی که تمرین تا نزدیک به ناتوانی پیش بره. برای هر عضله باید چند ست در هفته بزنیم. این چیز حدودیه، اما جدول زیر رو به خاطر بسپار. برای تاثیر بهتر میتونی هر عضله رو 2 بار در هفته تمرین بدی یا مثل جدول زیر تمرین کنی، چون وقتی در هر جلسه حرکاتت کمتر میشه میتونی بهتر تمرین کنی. تا آخر تمرین انرژی خوبی داری و ریکاوری بهتری هم داری. اگه وقت بیشتری داشتی میتونی بازو رو هم جدا کنی. اگه میخوای اطلاعات کاربردی در مورد تناسب اندام داشته باشی، قسمت‌های بعدی رو از دست ندی.